فرزند دویم من سال 2013 بود در مسکو کار میکرد. تولد 89 بود. بعد خدمتی عسکری مدخلوف نظیر بک فرزندی آیساوی پسرم فرزندی چهارم فرزند در مسکو کار میکرد و هم یک سال قریب 1 سال کار کرد. اومد اورم اولادار کردم. ماهای آخرای نوامبر بود سال 2013 بود. اولادار کردم 2013 2014 یک چند وقتی خیلی خانه بود و 5-6 ماه در خانه بود. یا با روسیه برای کار کردن رفت. در اونجا یک دو ماه 3 ماه کار کرد. اویلش دعوت کرد که یک جای کاری افتم اویلوی قبول میکنن بیا یک جای کار کنی مردمان خیلی بیانم زندگی خانه و دارم میشه با بهتر کنیم مردم. روان کردیم یک روزانه در کار کردم. قریب 1 ماه کار کردم که در کار یا مشکلی آمد مشکلی کار شدن که اوجا آخر نرسوندم بس کردن کار پارا دیگه جا رفتن. فرزند کلانم دختره دارم روسیه قریب 4 سال میشه قطعی آنها رفتن کار کردن. یک 6 ماه 7 ماه کار کردن. تخمینا ماهای مارس همین سال اولای ماه مارس بود یک درک میابم که این هم سفری هم طرف داره فراشی مصر سوریه هم طرف. یک وقت همین کلین مادرش به خانه آمد گفت که درک داری نداری گفت انا داماد گفت همین اویلش کلاب روان کرده و خودش نیتی هم طرف رفتن داره. بعد ما خیلی ماشین تشکیل کردیم گرفت ایروپورت تلفن کردم گفتم سمالات ساعت چند میخوام گفتم که ساعت 3 میخوام. هیچ خیلی ماشین گرفتیم رفتیم کلینا گرفتیم آوردیم خونه آوردیم که ممکن که هم با خاطر اویلش نروه. اما تاکید بسیار کردم که نروه خیلی در اونجا جنگ و جنجال خیلی گفت که نه تا گفت نمیرم. گفت من خانه بیافتم گفت که من خانه میام. بعد یک 4-5 روز پس دیگر تلفن نکرد. تلفن میکرد همه خانه خشتامانش اویلش قطعی یک وقت درک میام که گذشته رفته. در عموم چند فرزند دارید شما؟ من خودم از زن اولینم 10 فرزند. زن اولینم سال 1998 عالم گذشت تصور شد. فرزند اخیرم ماش دستنده مونده بود. بعدی 4 ماه بعد اولم با مادرم گذشته شد. خیلی وزمین اولم 10 فرزند. یک فرزندم دخترم شوهر داشت دیگه هم از قطعی ماجد. کلان کردم عذاب کشیدم. بسیار عذاب کشیدم دارم. کلان کردم فرزند سالای قینیگری وزمینی بود. مشکلی ها بسیار بود. همه میدونن با همه گرفتار بود همه در این وضعیت ما. کلان کردیم. امکان کردیم که خانواده نتونستیم فرزند رو. خبری گذشته شدن پسرتون کی رسوند به شما؟ خبری پسر ما اما آکاش تلفن نه و فرزند کلانم پسر در روسیه کار میکند. 2 سال 3 سال شد قریبا روسیه.
اون فرزند کلانی به تلفن میکنه میگه که برادرم خیلی شهید شده. بعدی 3 روز عید بعد آتما خبر بده که هم درک نوا عید بگذرانه با سندی و بچه. بعد 3 روز بعد خبر بده. حالی کلینتون در کجاست؟ کلین مایده خونه و چشت خطی و چشت خبر بگه